سلام. امیدوارم که کار همگی خوب باشه. حالا تو این وضعیت نابسامان مملکتون انشالله که حال دلتون خوب باشه. یه کلیپی میخواستم بذارم در زمینه ملک و اینا، بعد قبلش هم یه چیزی یادم افتاد گفتم که خالیت لطف نباشه بخوام. توی دفتر ما نشسته بودیم و یه آقایی هم اونجا بودن، یه آقای تقریبا 70 ساله و حرف ملک و اینا که شد اومد از تجربیاتش گفت، اومد صحبت کرد در مورد ملک. یه جاریه چند طرف قشنگ زد. یکیش این بود که خب ببینید کلا خاک جماعت خاک، شما یه هسته بهش میدی یه درخت بهت میده که بارور میشه و کلی میوه بهت میده. یه مشت گندم بهش میدی یه گونی گندم بهت میده و با اون میتونی نون بپزی. و از سخاوتمندی زمین شروع شده اینا رو گفت و مصداقه بازاری قدیم که آقا ملک میگه تو منو 4 سال نگه دار، من تو رو 40 سال نگهت میدارم. هر کی رو که دیدیم زمین خورد باز دوره دست همین زمین گذاشت و بلند شد. اینا همه نشونه از چیه؟ از همین سخاوتمند بودن زمین هست. ملک خاک واقعا همیشه امتحانش رو پس داده توی همه شرایط ها و ندیدیم کسی که بخواد بگه واقعا نارضایتی داشته از ملک. من خودم علاقه واقعا شدیدی دارم کلا به زمینه مقوله ملک و املاک و هم شغل خودم و هم به خصوص ساخت و ساز. حقیقتا خیلی عاشق اینم که کاری رو خودم انجام خودم بسازم و کار دست خودم رو ببینم و لذت ببرم. باور بفرمایید همین الانش هم همین شرایط اگر دنبال سرمایه گذاری هستید مرددید همچنان به بازارهای همسو ما بخوایم بگیم شنک نکنید، شما همچنان سمت ملک برید. بهتون قول میدم این کلیپ میمونه یادگار. پیج هست دوم بوده دیگه. برید سمت بازار ملک، همچنان سرمایه گذاریتون انجام بدید.